تلخ کنی دهان من، قند به این و آن دهی. نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. یا جهت ستیز من، یا جهت گریز من، وقت نبات ریز من وعده و امتحان دهی. عود که جود می کند بهر تو دود می کند، شیر سجود می کند چون به سگ استخوان دهی. برگذرم ز 9 فلک گر گذری به کوی من، پای نهم بر آسمان گر به سرم امان دهی. عقل و خرد فقیر تو، پرورشش ز شیر تو، چون نشود ز تیر تو آن که بدو کمان دهی. در 2 جهان بننگرد آن که بدو تو بنگری، خسرو و خسروان شود گر به گدا تو نان دهی. جمله تن شکر شود هر که بدو شکر دهی، لقمه کند 2 کون را آن که تو اشدهان دهی. گشتم جمله شهرها نیست شکر مگر تو را، با تو مکیس چون کنم گر تو شکر گران دهی. گه بکشی گران دهی، گه همه رایگان دهی، یک نفسی چنین دهی، یک نفسی چنان دهی. مفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین، زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی. خب عرض سلام خدمت دوستان گرامی، همراهان ما در لذت ادبیات. غالبا سعی میکنم با غزلی از مولانا یا از حافظ یا از سعدی به هر حال از بزرگان برنامه رو آغاز کنم که ما در همون ابتدای برنامه لذت زندگی با کلمات شاعران رو تجربه کنیم. این شعر همونطوری که ملاحظه فرمودید درش یک بست و شکوایی بود، نوعی تلاش در واقع میشه گفت عارف یا سالک، عارف نمیشه گفت، سالکی که هنوز به مرحله در واقع فناء فی الله نرسیده اما خودش رو مستوجب دریافت مواجید میدونه، اون یافته‌های درونی، اون نگاه شهودی. در حقیقت سیر ایمانی، اگر بخوایم به کلام خیلی ساده بگیم، سیر ایمانی یعنی پذیرشی که از ناحیه ادله عقلی به ناحیه پذیرش قلبی برسه، یعنی اطمینان قوی تر بشه. به جای اینکه به تعبیر مولانا کتاب‌های سیاه و سفید ذهنت رو سرگرم کنی که به شهود و به یقین برسی، اجازه بده با باور قلبی و ایمانی به این یقین و این شهود برسی. سالک همونطور که دیدی در این غزل، تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، نم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی، نوعی طلبه. منم مستحقم، منم در واقع مستعد دریافت این مواجیدم. به هر حال احوالاتی هم که گاهی اوقات دوچارش میدم، گاهی اوقات از من اینها رو امساک میکنی و جان منی و یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. حالا میخوام خدمتون امروز از بایزید بسطامی حکایتی رو بخونم که این استعداد پذیرش در واقع مواجید و دریافت ها شروطی داره، به همین سادگی نیست. این غزل مولانا رو خوندم که پله‌ای و پایه‌ای باشه برای درک حکایتی که میخوام خدمتون بخونم از کتاب دفتر روشنایی. اولا توضیحی راجع به این کتاب خدمتون بدم که جناب محمد رضا شفیعی کدکنی ترجمه کرده. اصل کتاب اسمش النور بوده و مآخذی که کتاب تذکرة الاولیا از روی اون مآخذ گردآوری شده و عطار از اونها استفاده کرده. یکی از این کتاب‌ها کتابی به نام النور هست و جناب دکتر شفیعی ظاهرا نسخه از این کتاب رو از کتابخانه‌ای در ترکیه یا در سوریه به دست میارن، بعد هم ترجمه میکنن، ترجمه رو با یک مترجم دیگر هم در میون میذارن، محصولش میشه کتاب دفتر روشنایی که گویا تفاوت‌هایی هم با اصل کتاب تذکرة الاولیا داره. به نوعی میشه گفت به یقین نزدیکتره و به متن اصلی مآخذ کتاب تذکرة الاولیا این کتاب نزدیکه. راجع به شخصیت بایزید بسطامی از عرفای سده دوم، در خصوص بایزید و حلاج و خرقانی نکته های نقل کردن که این شخصیت ها به هر حال جملاتی رو بیان می کردن که این جملات به شطحیات معروفه. شطحیات عبارت از جمله است که ظاهرا یک حالت پارادوکسیکال در متنش هست، یک تضاد درونی، یعنی یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. به تعبیر آقای دکتر شفیعی کدکنی میگه اونایی که اقناع میشن
خب دیگه نمیشه در واقع اقناع بودنشون رو زیر سوال برد، پذیرفتن. اونایی هم که نپذیرند به هیچ عنوان نمیشه با ادله عقلی در واقع زمینه پذیرش رو در اونها فراهم آورد. پس اینها جملاتی بر زبانشون جاری میشه که برای یه عده از مردم جامعه که ایمانی فکر میکنن پذیرفتنیه، برای یه عده که ایمانی فکر نمیکنن پذیرفتنی نیست. مثل اون لیس فی جبتی سوی الله، در لباس من، در قبای من جز خدا، یا مثل عبارت حلاج که میگه انا الحق. حالا به تعبیر مولانا میگه حلاج نگفت انا عبدالحق. اگه انا عبدالحق گفته بود اعتراف به دو وجود بود، یکی عبد که من باشم، یکی حق. حلاج گفت انا الحق، یعنی منی نیستم، اونی که هست فقط خداست. مولانا در فیه ما فیه میگه نفهمیدن حرف حلاج و ای کاش فهمیده بودن. او اگر انا عبدالحق گفته بود اونجا جای اعدام داشت. به هر حال این شطحیات رو افرادی مثل مولانا میپذیرند و چون این تفسیر میکنن. یه عده میگن نه کفر گفته بایزید، لیس فی جبتی سوی الله، یا سبحانی ما اعظم شأنی. خیلی از این شطحیات به بایزید نسبت داده میشه. عارفی که به هر حال با اینکه این حرف ها رو زد اما مثل حلاج مغضوب نشد، اعدام هم نشد، 70 سالم زندگی کرد، در نهایت آرامش در ناحیه بستام هم زندگی کرد. و به هر حال کتاب النور رو ظاهراً شخصی به نام ابوالفضل سهلگی نوشته و جناب دکتر شفیعی ترجمه کرده. حکایتی از این کتاب رو ما خدمتون میخونیم که نقل قولی است از چند نفر متوالی نقل قول میکنه. حالا متوالی اگه بخوام اسماشون رو بگم، میگه خبر داد ما را ابو علی، گفت خبر داد ما را ابوالحسن علی ابن عبدالله ابن جهزم همدانی. اینا کسایی هستند که منقولات رو منتقل کردن به هم، که حالا ابو صالح دامغانی هم از اون نقل کرده، او هم از حسن ابن علی دامغانی، که حالا کاری نداریم، به هر حال این منقولات از افراد مختلف بوده. گفت مردی بود از اهالی بستام که پیوسته به مجلس بایزید می آمد. بایزید مجلسی داشت ایشون پیوسته و هرگز او را مفارقت نمی کرد. هر جا بایزید سخنرانی می داشت می رفت اونجا. یک روز بایزید را گفت ای استاد، 30 سال است که پیوسته روزها به روزه ام، شبها در قیام. همه شهوات را رها کردم ولی هیچ از اون چه تو یاد میکنی در دل خویش نمیابم. واقعا یه پرسشه برای خیلی از سالکان و مریدان که در رکاب بزرگانی چون ابوالحسن خرقانی و مولانا بودن شاید پیش میومد. میگفتن این همه حرفایی که شما میگی ما عملا داریم پیاده میکنیم، اما هیچ اتفاقی در درون ما به نام شهود و دریافت مواجد این حرفا اتفاق نمیفته و من هر چه تو گویی ایمان دارم و اون را تصدیق میکنم. بایزید گفت اگر 300 سال روزه بگیری و 300 سال به نماز ایستی و بر آنچه من تو را بر آن میبینم باقی باشی، از این علم ذره‌ای نصیب نخواهی بود. گفت چرا استاد؟ بایزید گفت زیرا تو در حجاب نفس خیشی. اون مرد گفت آیا دارویی هست که این حجاب را از میان بردارد؟ معمولا دنبال راه حل های خیلی نزدیک و تند هستن که حالا مثلا یه قرصی بخوریم، یه کپسولی بخوریم. بایزید گفت آری، اما تو نخواهی پذیرفت و بدان عمل نخواهی کرد. آن مرد گفت میپذیرم و بدان چه گویی عمل میکنم. بایزید بدو گفت هم اکنون نزد سلمانی رو و سر و ریش خیش را بتراش و این جامه که بر تن کردی به در آور و گلیمی بر خیش بیفکن و توبره‌ای در گردن خیش بیاویز و آن را پر از گردو کن و کودکان را بر گرد خیش گرد کن و با بلندترین صدای خیش آواز درده که ای کودکان، هر کس به من یک پس گردنی زند گردوی بدو خواهم داد. خب اون مردم به هر حال صاحب یک موقعیت اجتماعی بوده، ضمن جزو مریدان بایزید بوده، یک دفعه مواجه میشه با طغیان این جملات و این کلمات و ایشون بایستی از اون موقعیت اجتماعیش فاصله بگیره و بدان بازار، تازه هنوز تمام نشده، بدان بازار که تو مهتر اونجایی درا تا همه اونها که تو را میشناسند بدین منظر ببینند. تقریبا از اون تجربه هایی که بعضی از مرادها در حق مریدها روا می داشتند. اون مرد گفت ای بایزید سبحان الله، چون این کاری به من گویی نیک است اگر چنین کنم؟ بایزید گفت سبحان الله گفتن تو شرک است. مرد گفت چرا؟ بایزید گفت زیرا تو با این سخن نفس خیش را تعظیم کردی و تسبیح خود گفتی. بله اون سبحان اللهی که تو گفتی در واقع سبحان انا، من دورم، من پاکم از این جور رفتارها. اون مرد گفت ای بایزید من بر این کار توانایی ندارم و نخواهم کرد، جز این کاری بگو تا انجام دهم.
بایزید گفت از همین کار آغاز کن، پیش از هر کار دیگر تا جاه خیش را ساقط کنی و نفس خود را خوار، آنگاه تو را به آنجا که مصلحت توست و آنچه که مصلحت توست رهنمون خواهم شد. آن مرد گفت تا به این کار ندارم. بایزید گفت گفتم که تو نخواهی پذیرفت و من میدانم. به هر حال در سلوکی که سالکان میکردن، عارفان، در منقولاتی هم که در مثنوی نقل شده، گاهی اوقات از این دست پرسش ها از مولانا میکردن که به هر حال اون مسیرهایی که تو میری ما هم میریم اما نصیب ما نمیشه. در واقع این نکات عرفانی و این حکایت ها اثبات این مسئله است که تلاش برای دریافت های باطنی تنها به لفظ و زبان و در واقع انجام اعمال ظاهری نیست. اون دریافت‌های شهودی مستلزم تغییری از درونه و هر شکلی عارفان ما خواستند این تغییر درون رو به شکل یک آموزه اخلاقی منتقل کنن، جز در قالب این تمثیل‌ها و مسئله‌ها میسر نبوده. یه جایی مولانا میگه که من مثال میگم ولی مثال هیچ وقت مثل نمیشه. بنابراین اون تجربه یک تجربه درونیه. در حقیقت عشق آمدنی بود نه آموختنی. رسیدن به باور ایمانی نوعی تجربه درونیه، به هیچ عنوان قابل انتقال به دیگران نیست، قابل آموزش نیست و لازمش به هر حال طی مراحلی است که برای همگان میسر نیست. از دیگر نکاتی که در خصوص اولیای الهی امثال بایزید نقل شده که در مورد اغلب اینها البته رایجه، میگن دست تصرف در درون مریدها دارند، یعنی آشنا هستند به درخواستهای اونها، به آرزوهای اونها، به خواستهای اونها. در این کتاب حکایتی نقل شده که من خدمتون میخونم. میگه از مشایخ خویش شنیدم که میگفتند سعید نامی بر زنی از ایشان عاشق بود و خانواده اون زن در ناحیه قریه‌ای که اون را استازج گویند فرود آمده بودند. شبی از شبها سعید قصد آن زن کرد و آن شب چک بود یا شب قدر و او همچنان مراقب او بود. میخواست که به گونه‌ای که کسی او را نبیند بر او دست یابد و همچنان بر آن حال باقی ماند و به هیچ حیله بر او دست نیافت تا سحرگاه. چون نومید شد عزم بازگشت کرد، دید که برف بر او باریده است. چنان سرگرم و مشغول و مترصد رسیدن به او بود که متوجه و او از این کار آگاه نبود، متوجه برف نشده بود و این از اشتغال او بود به احوال خود. نفس خیش را ملامت کرد و قصد آن کرد که با خدا انس ورزد. این تغییر احوالی است که در اون شخص اتفاق افتاده که تو هوا و هوس چنان برت داشت که از خودت غافل شدی. در پستی حال خیش و غلبه محالجویی بر او و بدی کارها و زشتی و خصلت‌هایی که کرده بود اندیشید و از گذشته خیش پشیمان شد و از گناهان خود طلب آمرزش کرد و آهنگ درگاه بایزید کرد. اینجا عرض کردم اون دست تصرف بایزید در این مرید به این شکل اتفاق میفته. چون به مسجد بایزید رسید در را بسته دید و مردمان همه رفته بودند و بایزید انار الله برهانه به صومعه خیش بازگشته بود. سعید گونه خیش را بر آستانه مسجد نهاد و خواب بر او چیره شد. چندان بر آن حال ماند که بایزید بازگردید. چه کسی بایزید رو خبردار کرد جز دست تصرف مراد بر مرید و او را در آن حال خفته دید. بیدارش کرد و دانست که اندیشه‌ای در او کارگر افتاده است و این یاد کرد او سودمند است. چنان بود که بایزید اندکی پیش از بازگشت خیش در این اندیشه بود. حالا میخواد بگه در بایزید هم این اتفاق افتاد که مردمان چه مایه در غفلتند و فریب خوردگی و وسواس بر ایشان غالب. در اندیشه‌اش چنین گذشت که اگر آمیخته به محبت او از هر قوم و حرفه‌ای یکی داخل صحبت او شود مایه خلاص دیگران خواهد شد و همچنان از خاطرش گذشت که شبانان از همه غافلترند و از همه مردم مغرورتر و کاش یکی از ایشان در صحبت او درآید تا آن امید برآورده شود و اون دعا که در ضمیر او گذشت استجابت شود. و در آن حال سعید به سعادت دست یافت و بر صلاح و فلاح استوار شد و چندان بلندی یافت که به مرتبه رجال و منقبت ابدال رسید. ابدال کسانی که صفاتشون مبدل میشه.
این توصیه به نوعی یکی از توصیه‌های رایج در عصر بایزید و پس از او بوده که در خانقاه‌ها معمولاً دعوت می‌کردند سالکان رو به پیروی از پیر و دست تصرف پیر چنان در وجود سالک بود که می‌گفتند بدون اینکه تو بیان بکنی او درون تو را می‌خواند. همونطوری که اینجا بایزید سعید رو بعد از اون انحراف اخلاقی که در ذهنش بود به سمت خیش فراخواند. تا دیداری دیگر، حق یار و یاورتان.